گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم برید، با دعای خیر و با آیات قرآنم برید. کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها، بعد مرگم سوی خویشان. من برای رزق پاک و پاره نان آمدم، سوی اهل خاندان با پاره نانم برید. یا به حصار و بدخشان یا کوهستانم برید، یا به شهر دوشنبه یا به کلابم برید، یا به شهر اسفاره پنجکیت بوستانم برید. در غریبی جسم و جانم سخت رنجید التماس، بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم برید. هر کجای می توانیدم گذارید در وطن، گر مرا انسان بدانید تاجیکستانم برید. این کاری خوب نشید. برای چی؟ اونجا موندیم شکو دیگه علاج نبود. چرا؟ خوب همه قبیلان در تاجیکستان همه بالای دیگه خوبه. یا برم کی؟ خوب همه خب هم با قبله باشه. یا برم بخیر؟ رفته